بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. اما بعد، پنجمین حدیث از احادیث منتخب صحیح بخاری. عن ابی موسی رضی الله عنه قال قالوا یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ای الاسلام افضل. ابو موسی اشعری می فرمایند که صحابه عرض کردند یا رسول الله، کدام اهل اسلام بهترین است؟ همین حدیث در صحیح مسلم اینطور اومده که سئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیده شد ای المسلمین افضل، کدام یک از مسلمان ها بهترین و با فضیلت ترین است؟ صحابه یه عادت بسیار زیبایی داشتند که دو سوال را زیاد از رسول الله صلی الله علیه وسلم میپرسیدند. یکی این که بهترین مسلمان کیست، یا بهترین عمل اسلامی کدام عمله. این سوال را بدین خاطر میکردند تا که بهترین اعمال را بدانند و بهترین صفات یک شخص را بدانند و به آن جامعه عمل بپوشانند تا خود از بهترین ها قرار بگیرند. دومین سوالی که زیاد میپرسیدن این بود که بدترین فرد یا بدترین عمل کدام عمله، تا که از اون عمل بد پرهیز کنند و اون صفات بد را از خود دور کنند. اما پیامبر بزرگوار اسلام در مکانهای مختلف برای اشخاص مختلف جوابهای متفاوت میدادند و این جوابها به خاطر این بود که تمام اعمال خوب و بد را در مکانهای مختلف برای افراد مختلف بیان کنند. در اینجا وقتی که پرسیده میشه که کدوم یک از اهل اسلام یا کدوم یک از مسلمان ها بهترین مسلمانه، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمانی که سایر مسلمان ها از دست و زبانش سالم و در امان بمانند. یعنی اینکه سایر مسلمان ها از او آزار نبینند، نه از دست او آزار ببینند نه از زبان او آزار ببینند. با دستش مسلمانی را نزند، اشاره توهین‌آمیز به او نکند، بر علیه او چیزی ننویسد و با زبانش غیبت مسلمانی نکند، به مسلمانی تهمت نزند، به مسلمانی دشنام ندهد، گواهی دروغ بر علیه مسلمان ندهد. مسلمان اگر بتواند دست و زبانش را کنترل کند از بسیاری از گناهان دور شده، بلکه برعکس باید با دست و زبانش به مسلمان نفع برساند، با دست و زبانش به مسلمان کمکی بکند. لذا ما اگر میخواهیم جزء بهترین مسلمان ها قرار بگیریم باید دست و زبان ما را کنترل کنیم. نشود که خدای نخواسته با دست و زبان ما سبب توهین به مسلمان شویم، سبب آبروریزی یک مسلمان بشویم، سبب خدشه‌دار شدن عزت یک مسلمان بشویم. مسلمان هرگز مسلمان دیگر را آزار نمیدهد، اذیت نمی کند، اون را برادر دینی خودش میداند، همیشه دوست میدارد برای برادر مسلمانش آنچه که برای خودش دوست میدارد از خیر و خوبی و نیکی. لذا اگر ما میخواهیم طبق این حدیث و احادیث دیگری که در این موضوع اومده از بهترین مسلمان ها قرار بگیریم، باید دست و زبان ما را نسبت به برادر مسلمان کنترل کنیم و هرگز مسلمانی از دست و زبان ما آزاری نبیند. الله متعال و ما توفیق بدهد تا که به احادیث صحیح پیامبر عمل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.